ببینید یک دیندار شاید برای خودش ساده تر تلقی بکنه که من ارتباطم رو با خدا حفظ کنم، ولی تو کسب و کارش، تو اون زندگی مادی خودش زیاد دین رو دخالت نده. حتی اینها حاضرن یه بخش‌هایی از احکام دین رو در اقتصاد و معیشت خودشون به عنوان حلال و حرام رعایت بکنن، اما اینکه دقیقاً بیان دین رو در تمام ابعاد زندگی پیاده کنن، این خیلی دردسر داره. لذا خیلی از افراد مذهبی هم زیاد طرفدار این نیستن که دین بخواد بیاد تمام شؤون زندگی انسان رو بگیره. این یک مسئله بسیار بزرگه. مسئله اصلی این مذهبی هایی هستن که حاضر نیستن دین در تمام شؤون جامعه، در تمام مناسبات اجتماعی نفوذ کنه و اثر خودشون نشون بده. اصل اینه. یه سری ایستگاه هایی هست، حلال حرام های بیان تو زندگی فردی یا اجتماعی به جای خودش محفوظ. دینداران اینا رو حاضرن حفظ کنن، ولی دین فقط اینا رو نمیگه، میاد در صحنه ابتلا. تو صحنه ابتلا یه وظایفی رو تعیین میکنه. ابتلا یه صحنه‌ای رو ایجاد میکنه که ما باید یه عمل اجتماعی خاصی انجام بدیم که ممکنه جزو واجب و حرام‌های خیلی مشخص گلدرشت نباشه. یه کارهاییه که کلاً میدونیم خوبه، ولی میتونیم زیر سیبیلی رد کنیم، پشت گوش هم بندازیم. میشه باش اینجوری برخورد کرد. حضرت زهرا سلام علیها همجوری به شهادت رسوندن، امام حسین هم همجوری به شهادت رسوندن. دین مگه میاد چیکار میکنه؟ دین میاد زندگی رو به هم میزنه. و اگه تو دین رو پذیرفتی به این عنوان حاضری در موقع خطر، ابتلا، در موقع درگیری با یک موقعیت خاص زندگی تو تغییر بدی، یا علی. دین وقتی بخواد تو تمام شؤون زندگی دخالت بکنه، یه دفعه یه ابتلاعاتی پیش میاره از انسان، میخواد انسان وضع عادی زندگیشو به هم بریزه. این مشکل دینه. این اون جایی است که شما معلوم میشه سکولار هستی یا نیستی. سکولار بودن به این نیست که فقط مرگ بر آمریکا بگی. باید به اقتضاء ابتلاعات دین واقعیت‌های زندگی خودتو تغییر بدی. لازمه این ابتلا هجرت شد، هجرت. لازمه این ابتلا تغییر شغل شد، تغییر شد. رضا امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبته. چرا؟ چون ما آمادگی ابتلاعات رو نداریم. در این ابتلاعات چیا از ما میخوان؟ چیزای خیلی ساده ممکنه بخوان، ولی همه چی به هم میریزه. الان من میبینم موضوع فرزند آوری زندگی خیلی‌ها رو به هم نریخته، برنامه‌هاشون رو دارن. اقتصاد مقاومتی زندگی خیلی‌ها رو به هم نریخته، برنامه‌هاشون رو دارن. رهبر جامعه دینی میفرماید امروز مرز جهاد با دشمن در اقتصاده. آیا ما همه کار و زندگی‌هامون رو ول کردیم رفتیم سراغ تولید؟ رفتیم سراغ تعاونی تولید زدن؟ همه ما بچه بسیجی‌ها، همه ما هیئتی‌ها از کار کارمندی دست کشیدیم رفتیم سراغ تولید رو رونق بدیم؟ آیا هر کدوم از ما بخشی از زندگیمون رو برای این موضوع گذاشتیم؟ آیا ما هممون سرمایه‌هامون رو بردیم باشیم توی این عرصه؟ نکردیم که. این کار کردیم؟ بله؟ جنایت کردیم این کار نکردیم؟ این جنایت مگه؟ مردم مدینه هم میگفتن ما جنایت کردیم، تو خونه نشستیم حالا 4 تا ریش سفید کاری کردن، به ما چه؟ یه دفعه حضرت زهرا سلام الله علیها تو مدینه از مردم یه چیزی میخواست که مردم میگفتن خب الان ما اینو کمک نکنیم عرق خوردیم، قتل کردیم، دزدی کردیم، چیکار کردیم؟ نمازمون ترک کردیم، از ایمان خارج شدیم، قرآن پاره کردیم. هیچ کدوم نیست. چقدر ساده اونایی که فکر میکنن خدا دین رو فرستاده برای اجرای 4 تا احکام ثابت درشت مشخص. نه، اونا چارچوبه. یه چابکی دین از آدم میخواد که به ساز خدا برقصی، نه اینکه 4 تا احکام ثابت دین خدا رو اجرا کنیم. شرایط ما چه شرایطیه؟ یه کمی بترسیم از ایمانمون. یه دفعه ایمان ما رو میبره توی مناسباتی، تو اون مناسبات خو میکنیم، نمیتونیم در بیایم بیرون.
خود ایمان ها، خود دینداری ما رو میبره تو مسجد، ما رو میبره تو هیئت، یه دفعه اونجا تو درواسی گیر میکنیم، امام زمان رو تنها میذاریم. مردم مدینه جرمشون چیزی بیشتر از این نبود که زندگی رو زیاد تغییر نخواستن بدن. من از کجا بفهمم که دین لغلقه زبانم هست یا نه؟ اون وقتی که موقع عمل اجتماعی میشه که تمام زندگی من تحت تاثیر قرار میگیره، لازم میشه که من شغلمو عوض کنم، لازم میشه من سبک زندگیمو تغییر بدم، از اون چیزایی که مأنوس و مألوف منه جدا بشم، از برنامه‌های عادی زندگیم فاصله بگیرم. این اون جاییست که شما معلوم میشه سکولار هست یا نیست. سکولار بودن به این نیست که فقط مرگ کار بگیری، باید به اقتضاء اطلاعات دین واقعیت‌های زندگی خود تغییر